وقتی آدم افتادیم و این ساعت دهانی بندگی کردن خداوند توش جنت بگردانه. از بیماری دل راز میکشید، بیماری قلب داشتن با امروز که بختیار بودک 33 سال برادری بچون برابر بودیم، حالت میکردیم کار میکردیم با خدا یک قناتم شکست نشید. میرم شو انسان که برادر بزرگ بودن دست بخیر بدم یا انسان موفق بدم. بعد یه جور کاری بسو مدرجه اولی بودن که هر یک نمایش شده اول یک نیم ساعت قریب فقط درباره تینجی و امانی وحدت در پخچه یک دلی گپ میزدن. بعدم درم اسایشگاه شامبری مزه است که یک ساعت زیاد برآمد کرد. رو برآمد کرد که برآمد به اون جای چی میگن گریمیون یک گفت معظم نیست. نوروزی برادر محبت است که دل میسوزه دیگه در افتادن او خورده در اون بالای همی میزایی که میشینیم در افتاکی خوش کردن. ما اومدم بالای سر با دختر اومدن چی گپ شد تو کل کردن چند تا دولنی پس پیشور خیلی پسیده بودن. این دویم دولنش بلند که بود دوروی برای دولنج پس کردن میخورد. این دولنج خودش فشار پس ده تا دوری با فشار پس میخوره بود اصلا میگیریم که یک بار با پس میشتم. خیلی خدا گفت خلاص گفت آخرام بار سه گپ گفت سه گپ گفت نفس نمیرسد نفس نمیرسد نفس نمیرسد. اما خیلی گفت خب نمی‌شه که بگید که صدا دستش که خیلی ازت بیزه گفت که خیلی کرد تمام کرد من نفهمیدم خیلی مردم. همین یک هفته پیش باز خود جان اومدم گفت ای جبری روز میریم وزارت فرهنگ گفت پیشنهاد میکنیم 60 ساله شدم خیلی گفت اگه عنوان ما بتاکی ما هیچ عنوان ندارم. دو دختر داره نبیره داره بچهش یکم کورس میخونن نیت این خانه دار کنیش بود. گفت همین آرزو ما میکنم بچه ما یک بار خانه دار کنم و بعد اونجا کار بمونم بخونم بچه دانه و بعد توکلم به خدا.